آره، من اولین چیزی که تو کانادا ذوقم خورد اینه که اصلا اینجا بازنشستگی ما نداریم. یعنی من فکر می‌کردم که اگه بازنشسته بشم دیگه راحت به زندگی میرسم و دیگه دغدغه پول ندارم، ولی ظاهرا اینجوری نیست. نه متاسفانه چنین چیزی نیستش. شما باید حتما حساب سرمایه‌گذاری RSP داشته باشین. اگه توی کانادا دارین کار می‌کنین، حساب‌های سرمایه‌گذاری توی کانادا رو بشناسین، برای خودتون پس‌انداز داشته باشین تا بتونید تو بازنشستگیتون ازش استفاده کنین. اصلا تو چند سالگی میشه بازنشسته شد؟ بستگی داره، شما هر سالی میتونین بازنشسته بشین. مثلا من کلینتی داشتم که 55 سالگی اعلام بازنشستگی کرد. نرمش 65 70 سالگیه. ولی خب ایشون پول کافی داشتن، با پس‌اندازی که کرده بودن خودشون اعلام بازنشستگی کردن و با پس‌اندازی که داشتن دیگه برای همیشه حتی کانادا هم ترک کردن. سن بازنشستگی خودمون هستیم که تعیین می‌کنیم. اگه خودمون به فکر نباشیم پولی که دولت بهمون میده پولی نیستش که ما بتونیم زندگیمون رو باش راه ببریم. نه الان فکر کنم یه چیزی $700 میده نفری. دقیقاً. بستگی به شرایط داره که مجرد هستن، متأهل هستن، چقدر کار کردن قبلا، چقدر پس‌انداز داشتن. اینا میتونه تاثیرگذار باشه تو اون مبلغی که دولت میده. ولی بله دقیقاً بعد خودمون پس‌انداز بکنیم و خودمون بعد این پولا رو جمع بکنیم. برای حساب بازنشستگی معمولاً چقدر از درآمدمون ما میتونیم بریزیم به حساب بازنشستگی؟ تقریبا 18% حقوق سالانت رو میتونین بریزین، ولی اگه مثلا کارفرماتون داره به شما کمک میکنه 3% 5% داره اضافه تر میده، مسلما از این 18% کم میشه. بعد شرکتایی هستن که یه جوری بیمه ما رو بکنن مثل بیمه ایران که ما اصلا نگران بازنشستگی نباشیم؟ مثل تامین اجتماعی منظورتونه؟ تقریبا 7% شرکت‌های کانادایی یا بهتر بهتون بگم آمریکای شمالی هستن که یک مبلغی رو در زمان بازنشستگی به ما بدن، چون سال‌هاست که مثلا باشون داریم کار میکنیم. ولی خب خیلی کمه 7%. و برای همینه که ما باید خودمون حساب سرمایه‌گذاری رو داشته باشیم، چون لزوما وارد کار گاورمنت یا دولتی شدن یا وارد این شرکت هایی که به ما بازنشستگی میدن به این راحتی هم نیست. از چه سنی بهتر شروع کنیم برای سرمایه‌گذاری تو حساب بازنشستگیمون؟ خب بهتره که هر چه زودتر این کار رو انجام بدین اگر مشغول به کار هستین، اگر پیرول دارین. ولی خب خیلی مهمه که شما بدونید که حساب سرمایه‌گذاری RSP شما کمک میکنه حتی تکستون رو کم بکنین. بعضی اوقات این امتیاز برای خیلی‌ها نیست. مثلا $30,000 $40,000 10 سال بیشتر درآمد ندارن، اصلا پس‌اندازی براشون نمونه که بخواین پول رو جمع بکنن. برای همین این پولا وقتی که شما تکس سالانه‌تون رو میدین میتونه براتون ضبط بشه توی CRAتون و بعداً ازش استفاده بکنین برای سالهای بعدتون. پس عملاً هر چی درآمد بالاتر باشه بهتره که RSP اون رو سریعتر پر بکنیم که تکس کمتری بده. دقیقاً. حساب بازنشستگی RSP کانادایی یکی از مهمترین حساب‌های کاناداییه که ما باید داشته باشیم. این حساب RSP رو که باز می‌کنیم هم می‌تونیم تو بانک بریزیمش هم تو شرکت‌های بیمه. دقیقاً. کدومشون برامون نفع بهتری داره؟ مثل هم عمل میکنن تقریبا. یه امتیازات بانک داره، یه امتیازات شرکت‌های بیمه داره. یه جایی که هر دو تایی رو بشناسین بسته به شرایطتون خودتون هستی که انتخاب میکنین کدوم بهتره. مثلا توی بانک‌ها موچوفان سکفان دارن، توی شرکت‌های بیمه هم همینجور. ولی اصولا وقتی که حساب‌ها رو توی سکفان میذارین چون وارث یا بنفیشری داره و شرکت‌های بیمه با این حساب‌ها قرارداد دارن، به شما کمک می‌کنه که برای پول‌هایی که دارین جمع می‌کنید حتما یک وارث یا بنفیشری وجود داشته باشه. الان من چند سال تو کانادا هم هنوز به فکر نیفتادم حساب بازنشستگی باز نکردم. الان اگه باز کنم میتونم اون سالایی که قبلا کار کردم و براش پرداخت بازنشستگی داشته باشم؟ بله حتما، چون سالهایی کار کردین، تکس اون سالهاتون رو دادین، در نتیجه فایل دارین برای CRA مبلغی رو برای شما جدا گذاشته، 18% حقوق سالانتون رو. اونها رو اگه هنوز پرداخت نکردین میتونید با حسابدارتون صحبت بکنین و این مبالغ رو اگه پس‌اندازی دارین ازش استفاده کنین و توی RSP تون بذارین. یه چیز جالبی که من فهمیدم اگه مثلا من تا الان RSP نداشتم، اگه امروز بیام RSP باز کنم و مثلا حقوقای 5 سال گذشتم اون رومو استفاده کنم یک جا بریزم به حساب، کل این پول از درآمد امسال من کم میشه و من مالیاتو اولا خیلیشو پس میگیرم، مالیاتی که امسال دادم. دقیقاً. چقدر قشنگ گفتی، بخاطر اینکه تکس براکتتون رو جابجا کردین. برای همینه که مبلغ زیادی رو میتونین از دولت دریافت کنین. مثلا من تقریبا RSP که خودم میخوام تقریبا نصفش خود دولت برگردون به من به خاطر اون تکسی که من حقوق گرفته بودم، تکسش رو داده بودم و بعد به من برگردون. بله دقیقاً همینجوره. حتی بعد یه حسابدار خوبی هم داشته باشین که بتونه توی مرحله کمکتون بکنه که شما آیا میتونستین این مبالغ رو بذارین و اگر میتونستین تا چه رنجی بذارین که تکس براکتتون پایین بیاد. ما مخصوصا به عنوان کسایی که تو کانادا بزرگ نشدیم خب خیلی نمیشناسیم بانک و مؤسسات مالی. چجوری میتونیم تشخیص بدیم که حسابمون رو تو کجا بذاریم که برامون بنفیت بهتری داشته باشه؟ خب مثلا یه مشاور بیمه میتونه به شما کمک بکنه
که وقتی قراردادها رو برای شما بیاره شرایط رو به شما بگه، میتونه به شما کمک بکنه که کدوم میتونه برای شما بهتر باشه. مثلا من هم با بانک‌ها و هم با شرکت‌های بیمه قرارداد دارم، تمام شرایط رو برای شما توضیح میدم و شما با توجه به انتخاب خودتون و شرایط و منافعی که میتونه برای شما وجود داشته باشه یک کدوم از اونها رو انتخاب میکنید. اگه ادوایزر من داره اصرار میکنه فقط با یه شرکت خاص من برنامه آراسپیمو باز کنم، آیا این وسط چیزایی هستش که من نمیدونم؟ ممکنه یه مشاور بیمه فقط با یه شرکت بیمه قرارداد داشته باشه، یا مثلا ممکنه که با شما سراغ بانک میرین، وقتی مثلا سراغ بانک بی ام او میرین، خب فقط با بی ام او میتونه به شما قرارداد رو بده. بله میتونه، به خاطر که فقط همون قرارداد رو داره، یا شاید فقط حتی چند تا قرارداد داره ولی فقط یه شرکت بیمه رو میشناسه، برای همین فقط همون رو داره به شما معرفی پس میکنه. ادوایزری بهتره که با شرکت‌ها و بانک‌های بیشتری در تماس باشه. دقیقاً، هم شرکت‌ها و قراردادها رو داشته باشه و هم اینکه همه قراردادها رو بشناسه و بتونه تک تک قراردادها رو برای شما توضیح بده که چرا مثلا سراغ شرکت بیمه X باید برین، چه منافعی براتون داره و چه حتی ضرری میتونه برای شما داشته باشه، و چرا من مثلا سراغ بانک ایگرگ باید بریم، چه منافع و چه ضررهایی ممکن اونجا داشته باشه. بله، همه اینا رو برای شما بشناسن. فقط موضوع قرارداد داشتن کافی نیست. تو بازنشستگی وقتی شروع می‌کنیم به برداشت، بعد اون موقع براش مالیاتی پرداخت کنیم؟ تکس همون زمان بازنشستگیتون رو بعد بابتش پرداخت بکنید. هر درآمدی که دارم رو اعلام میکنم، برداشت از حساب و بعد دولت به من میگه چقدر مالیات بده. ولی زمان بازنشستگی ما همیشه کمترین تکس رو ما داریم، چون دیگه درآمدی نداریم، از پس اندازمون داریم استفاده میکنیم. من اینکه اون زمان هم داریم از اینا استفاده میکنیم و هم داریم کار میکنیم. این حساب بازنشستگی به جز بازنشستگی جای دیگه به دردمون میخوره؟ بله حتما. برای خرید خونه اولتون، دام پیمنت خونه اولتون میتونه به شما کمک بکنه، چون شما این حساب رو که باز میکنین بهش سود تعلق میگیره. با سود پول و خود پول رو میتونین برداشت کنین برای خرید خونه اولتون. هر سودی که به حساب بازنشستگی من تعلق بگیره معاف از مالیاته؟ بله، و زمانی که دارین برداشت میکنین ازش برای خرید خونه اولتون و برای زمان بازنشستگیتون، بله دیگه تکس کلش رو دارین میدین. ولی برای خونه دوم نمیشه، برای یه خونه سرمایه‌گذاری نمیشه از این حساب استفاده نه کرد؟ متاسفانه. واریزی به حساب بازنشستگی میشه هم هر ماه انجام داد هم آخر سال ریخت به حساب؟ تصمیمش با خودمونه؟ بله، شما تا فوریه هر سال جدیدی که وارد میشین تا انتهای فوریهش، قبل از اینکه بخواید تکس سالانتون رو اعلام بکنین، با حسابدارتون ارتباط برقرار کنین، بخواید تکس سالانتون رو اعلام بکنین، میتونین RSP رو واریزی داشته باشین. به جز RSP که حساب اصلی بازنشستگی، جوری دیگه من میتونم پول پس انداز کنم که بعداً به دردم بخوره؟ خونه بخرین، بعداً سود میگیره بهش، بالاخره 20 سال 25 سال قراره بهش پرداخت بکنیم. میتونین حساب TFSA داشته باشین. حساب معاف از مالیات میشه؟ بله دقیقاً، به سودتون تکس تعلق نمیگیره. میتونه حساب فرست هوم سیوینگ اکانت داشته باشین، حتی اگه برای خونه اول، بله دقیقاً، برای خرید خونه اولتون استفاده نکنین، میتونین بریزین توی حساب بازنشستگی RSP تون. و RSP فرزندانمون اگه به هر دلیلی بچه‌ها درس نخوندن، دولت پول خودش و سودش رو برمی‌داره، بقیه اون پولا به خود شما تعلق میگیره که براشون جمع کردین. مرسی. پس بریم حساب بازنشستگی حتما.